شوکه میشی اگه بفهمی که چرا تتلو و سحرقریشی رابطه‌شون رو تموم کردن. با من بیاین تا ته ویدیو با هم دیگه بفهمیم. این روز بدنش رو به من نشان نداد. چند وقت پیش امیر تتلو یه ویدیو خیلی خفن از خودش توی یوتیوب منتشر میکنه و توی اون ویدیو میاد راجع به سحرقریشی افشاگری میکنه که توی اون کلی حرف سحرقریشی میزنه. بریم با هم دیگه اون ویدیو رو ببینیم. انسانی زده نشده. فقط تو دو تا خیو، این دو تا سوراخ اینجا و این دو تا سوراخ اینجا و اون سیم کارت. سحر گفته که تا الان نزدیک 25 میلیارد فقط پول مواد دادم. تتلو منو تو ترکیه دیده و با گریه گفته تو رو خدا با من باش. بذار بگن یه آدم حسابی اینو گردن گرفته و منم دلم سوخته. تتلو منو از طبقه دوم تا طبقه اول رو پله ها میکشید و فقط کتکم میزد و جلوی همه موهامو با قیچی زده و موهامو بعدش با تیغ زده. بعدش هم کف سرم رو تتو زده. خلاصه هرچی تتو زدم به اجبار و از رو ترسش بوده. من خودم اصلا هیچ علاقه‌ای به تتو نداشتم و فقط منو زور میکرد و با زور مواد مخدر باعث میشده که من تتو بزنم. اونم تو محیط خیلی غیر انسانی و ناسالم با شرایط خیلی بد. شرایط انسانی تتو نزدم و تتوامو دوست ندارم و این حرفا. این در حالیه که تتلو گفته که سحر خودش خیلی دوست داشته تتو بزنه و رو بدنش پر از تتوهای نصف نیمه و اسامی افراد دیگه بوده و خودش چون عکس منو رو بدن دخترای دیگه دیده گفته که میخوام بزرگترین عکس تتلو رو من تتو کنم. تتلو میگه من برای درست کردن اون همه تتوهایی که تو رو تنت زده بودی کلی هزینه کردم و تتو آرتیست آوردم. بعد اون موقع تو دیگه تحملشو نداشتی که مسئولیتش با من نیست. تتلو میگه که من باید این حرفا رو میزدم که اون گولی که من خوردم بقیه نخورن و بدونن با چه هیولایی روبروان. باید اینا رو بگم که کسی دیگه گولی که من خوردم و نخوره. تتلو هم میگه که من اصلا اول از دختردایی سحر خوشم اومد و این انقدر نشست از اون بعد گفت و زیرابشو زد که خودشو چپون به من. اصلا من دختردایی این راستش خوشم اومد. تتلیکی هم بود، دختر خوبی بود. تتلو میگه که من به خاطر اینکه به تو کمک کنم با تو وارد رابطه شدم. به خاطر اینکه عکسایی از تو برای من میفرستادن که تو کوک میزنی و درگیر مواد مخدر شدی و حالا از من میخوان که کمکت کنم که به زندگی خوبی برگردی. منم که پسر بودم و از تو بدم نمیومد گفتم خب قبول میکنم، هم کمکش میکنم که سالم بشه، هم که خودم دارمش. سحر میگه وقتی به زور داشته برای من تتو میزده و من گریه و زاری میکردم اومده یه دونه محکم زده تو گوش من و منم بلند شدم اونجا داد و بیداد کردم که من میخوام از اینجا برم و برگشتم منم زدمش. و میگه که از ساعت 3 ظهر تا 8 شب داشته از تتلو کتک میخورده. تتلو میگه بعد از اینکه بعد 3 روز ما با هم رفتیم حموم و بدنشو دیدم همه جای بدنش زخم و زیلی و پر بخیه است. همونجا بوده که فهمیدم اشتباه کردم، اصلا با این وارد رابطه شدم. تتلو میگه که من به خاطر اینکه به تو کمک کنم با تو وارد رابطه شدم. به خاطر اینکه عکسایی از تو برای من میفرستادن که تو کوک میزنی و درگیر مواد مخدر شدی و حالا از من میخوان که کمکت کنم که به زندگی خوبی برگردی. منم که پسر بودم و از تو بدم نمیومد گفتم خب قبول میکنم، هم کمکش میکنم که سالم بشه، هم که خودم دارمش. سحرم بهش گفته که تو حقیقت رو نمیگی که آبرود نره ولی میای راجع به من دروغ میگی که آبروی من بره. بعدش هم گفته که یه اخلاق خوبی که من دارم اینه که واسه رها کردن هر چیزی آمادم و واسه جنگیدنم همینطور. فقط چون زیادی بیرحم شدم دارم خیلی صبر میکنم چون یه جورایی از خودم میترسم. سحر تو صحبتاش گفته که خودشو درگیر این مسائل کرده و چیزی که من فاش کردم سیاسی نیست و فقط به خاطر این بوده که دخترای دیگه بدونن با چی روبروان. شده همه چیشو داره از دست میره. بیا اینو کمک بکن. دیگه فلان هم بهت قرص نمیدونم کاهش درد بدن. ما هم گفتیم من همه رفیقام معتاد بودن. اوکی خلاصه اینا یه بره قضیه. اصلا ایشون تا دوم سومین روز بدنش رو به من نشان نداد. خب سحر میگه که تتلو بهش گفته که باید به من سجده کنی و همچنین بهش گفته که تو باید منو سلطان صدا کنی.
اومد بالا زد تو گوش من همونو پا شدم 2 متر فرار کرد. برید به دختره گفتم برید گمشی بیرون، من میخوام برم از این خونه بیرون. و اومد 2 تا حرف و 2 تا داستان من اینو زدم. از ساعت 3 بعد از ظهر تا 8 شب کتک خوردم. میگفت به من سجده کن، من خدام، همه به من سجده میکنن، باید به من بگی سلطان. سحر تو جواب ویدیوی تتلو میگه که اون 3 روز اولی که من اونجا بودم واقعا با من با احترام رفتار میکردن و مثل یه مهمون ویژه با من برخورد میکردن. همه چیز خیلی عالی بود و همش جشن و دختر پسرهای مختلف یا زن و شوهرهای مختلف اونجا رفت آمد داشتن و بعضی از حرکتهای تتلو رو که اون موقع میدیدم به خودم میگفتم که خب حتما جوگیر شده، عیبی نداره. حالا به نظر شما حق با سحر یا با تتلو؟ سحر تو آخرین صحبت‌های خودش گفته که من این چیزا رو فاش نکردم که بخوام از تتلو سوء استفاده کنم. من این چیزا رو گفتم فقط به خاطر اینکه تتلو یه هنرمند و الان مریضه و مریضی هم عیب نیست، اما همه ما باید کمکش کنیم که شده حتی به زور زندان یا هر جای دیگه بتونه به اون زندگی قبلی که داشته برگرد و به همون اوج محبوبیت خودش برسه. با ما همراه باشید.